با سلام خدمت شما دوستان عزیز. امروز دوباره میخوایم آموزش کارایی با دستورات گاما ردیاب GPS گاما ردیاب به شما آموزش بدیم. پایین صفحه همونجوری که مشاهده میکنید چند تا آیکون داره، ورود تنظیمات، ورود به سامانه، دستورات درباره ما. اول داخل دستورات میریم، آیکون دستورات اون باز میشه. دو گزینه میبینیم، گزینه‌ای که سبز رنگه و گزینه‌ای که به صورت دایره قرمز رنگ هستش. ازم حضورتون که وقتی گزینه مثلا دستتون رو بزنیم روی سبز، هشدار جوشان سر باتری میتونیم فعال کنیم، هشدار روشن شدن. به همین صورت هر کدوم گزینه ها رو میتونیم وقتی که سبز رو نگه داریم فعالش کنیم و هر موقع خواستیم آیکون ها رو غیر فعال کنیم میتونیم دستمون رو بذاریم رو گزینه مثلا قرمز، به صورت پیامک ارسال بشه و غیر فعال بشه. ما اینجا وقتی آیکونا رو فعال کردیم دو تا گزینه رو صفحه اصلی می‌بینیم، یکی قفل بازه و یکی قفل بسته. قفل باز وقتی دستمون بذاریم رو قفل باز، تمام آیکون ها با هم دیگه، آپشن های دستگاه با هم غیر فعال میشه و خودتون میخواید مثلا استفاده کنید از ماشین. و وقتی که قفل بسته رو نگه داریم آیکون ها همگی با هم دیگه فعال میشه. دو تا گزینه پایین داریم، یکی گزینه لوکیشن دستی میفته و یکی گزینه میکروفون که اگه دستگاه میکروفون داره باشه میتونید روش بزنید و شنود کنید دستگاه رو. ازم حضورتون که یه گزینه داخل دستورات هست که اونو براتون توضیح ندادم، بریم سراغش. گزینه خاموش کن که اگه دستگاه خاموش کن داشته باشه و بتونید از گزینش روی سقف افزاریش بتونید استفاده کنید و سقف افزاریش بر شما نصب شده باشه، میتونید دست بذارید رو آیکون سبز. اینجا براتون مینویسه که حالا داخل تصویر زیاد خوب معلوم نیست، مینویسه که خب اومدش، آیا از خاموش کردن ماشین مطمئن هستید؟ وقتی بله رو بزنی ماشین خاموش میشه و وقتی که بخواید دوباره با حالت اولیه قرار بدید وقتی ماشین خاموش شد میتونید قرمز رو نگه دارید و ماشین دوباره با حالت اولیه قرار بگیره. اینجا آیکونایی داریم مثل ورود به سامانه که وقتی بخواید ماشین نگاه کنید به کدوم قسمت هستش که دیگه اینا رو در آیکون بعدی بر شما توضیح میدم. فعلا خدا نگهدار. ممنونم که به صحبتهای من گوش دادید و آموزش دیدید.